از یه آقای هلندی پرسیدن چرا دست زن رو میبوسن؟ گفت به خاطر اون مهر مادریه که خدا درون زن نهفته، به همین علت دست زن رو میبوسن. همین سوال رو از یک آقای چینی کردن، گفت به خاطر اینکه زن آفریده زیبای خالق هستیه. دیدن یه آقای مظلوم یه گوشه‌ای وایساده، رفتن سراغش، دیدن ایرانیه. گفتن آقای عزیز چرا دست زن رو میبوسن؟ گفت بالاخره از یه جایی باید شروع کرد. یا اجازه بدین خنده. شما اگر از 4 میلیون نفر همین سوال رو میپرسیدین، جواب آخرش همین بود که این ایرانی غیور که ما چنبلوپ ناز منی تو ایرانی، آخر جواب همینه. بله بالاخره از یک جایی باید شروع کرد. خب این سوال چی نه؟ هم دیگر نگاه کنن به افتخار و ایران می اومدم دیدم از لای این شمشاده یه خانومی پرید بیرون، نمیدونم اون تو چجوری رفته بود. یه میکروفون رو بود، گفت آقا میشه لطفاً گوشیتون رو در بیاری زنگ بزنید دوست دخترتون بگید دیگه کات، من دیگه نمیتونم باید ادامه بدم. ببینیم واکنشش چیه، ما برای شبکه اجتماعی داریم کار تولید میکنیم. یه نگاه به اون کردم، یه نگاه به خودم کردم، یه آدم خوشتیپ و خلاصه بی قیافه و تعریف. خب الان بهش بگم من دوست دختر ندارم خیلی زشته. داشتم فکر میکردم که چی بگم. یک لحظه به ذهنم رسید، گفتم راستش من تازه از افغانستان به تازگی رسیدم که و فرصت نکردم که با کسی اینجا آشنایی پیدا کنم و خیلی دوست داشتم در همین کلیپ شما شرکت میکردم، در برنامه شما، در این کار شما. متاسفانه شرمنده که دیدم نیستش دیگه، سود شده بوده، میدونم به کدوم سمت دیگه ندیدمش دیگه. امتی اون مادری که دید توی قابلمه تبذیر گوشت خیلی کمه، خیلی کمه. اون دوتا تیکه رو خودش خورد، گفت این دوتا بره سر سفره، کی بخوره کی نگاه کنه. بچه ها به خاطر همین دوتا تیکه گوشت دعواشون میشه. مادر دیگه نمیتونه بغض بخوره. مادر اجاق گاز